انسان ذاتاً دنبال پرستشه. انسان رو خدا موجود وابسته خلقش کرده. انسان تنهایی نمیتونه زندگی کنه، باید بنده یکی باشه. حالا من از شما سوال میکنم، آدم اگه بنده یک خدا باشه قشنگتره یا بنده 100 تا خدا؟ قطعاً اگه بنده یک خدا باشه خیلی قشنگتره. من مثال حتی برای جمع‌های دانش آموزی میزنم، عزیزان تحصیل کرده اینجا زیاد هستن. میگم یه مشت براده آهن بریزید روی یک صفحه صاف، 7-8 تا آهنربا بگذارید کنارش. این براده های آهن چه اتفاق میفته؟ تکه تکه میشه، هر مقدارش میره تا سراغ یک آهنربا. آزمایش رو تکرار بکنید، دوباره یک مشت براده آهن بذارید، یه آهنربا بگذارید، چه اتفاق میفته؟ همه براده های آهن مثل یک گلوله توپ کوچیک میشن، میرن تو دل این آهنربا. انسان هایی که یک خدا را بنده اند، به خودشون لطف کردن، تمرکز پیدا میکنن، آرامش پیدا میکنن، از قید همه خداهای دیگه آزاد میشن. انسان هایی که این یک خدا را بنده نیستن، میخوان بنده خدای دیگه بشن، مثل مثال اوله، خودشون رو تیکه پاره کردن. خودشون رو تیکه پاره کردن. لذا خیلی یکی از جملاتی که من با خیلی از جوونا وقتی مواجه میشم، میخوام با ایشون رفیق بشم، این جمله رو میگم آدم یه خدا داشته باشه آرامشش بیشتره یا 100 تا خدا؟ میگه خب یه خدا. میگم تو چرا دنبال 100 تا خدا میگردی که هیچ وقتم آرامش نداری؟ انسان دنبال پرستشه، انسان باید خدا داشته باشه. خب قطعا آدم یه خدا داشته باشه خیلی قشنگتره که آرامشش بیشتر. و عجیب اینه، شما اگر بنده خدای واحد باشیم نسبت به همه خداهای دیگه آزادیم. آزادی اینجا ببینید وزنش بیشتره یا اون آزادی دیگه. وقتی من بنده خدا باشم نسبت به پول بگید، یکی شما بگید چیم؟ آزادم. نسبت به مقام آزادم، نسبت به شهوت آزادم، نسبت به مردم آزادم. هیچ کس منو بنده خودش قرار نداده، من چون بنده خدا شدم. اما اگه کسی بنده خدا نباشه، هم بنده پول، هم بنده شهوت، هم بنده قدرت، هم بنده مقام، بنده و اسیر همه می شود الا خدای احد و واحد. آدم بیاد از هزاران خدا آزاد باشه آزادیش بیشتره یا از یک خدا آزاد باشه؟ امام کاظم علیه السلام پدر امام رضا داشتن تو کوچه های مدینه راه می رفتن، در یه خونه رسیدن، از تو این خونه صدای ساز و آواز بیرون می اومد. خدمتکار خونه اومده بود بیرون، آشغالای خونه رو مثل امروزیا بذاره بیرون. حضرت سوال کردن صاحب این خونه اسمش بشره، صاحب این خونه بنده هست یا آزاده؟ حضرت کاظم منظورشون چی بود؟ آیا بنده خداست یا آزاد از بندگی خداست؟ این نوکر فکر کرد امام کاظم میپرسن صاحب این خونه اربابه یا غلامه، اون معنای دیگر رو فهمید. گفت آقا صاحب این خونه ارباب، آزاد، کلی غلام داره. حضرت با همون معنای مد نظر خودشون فرمودن آزاده که این صداها از تو خونش در میاد. رد شدن، غلام نشناخت. بوش تو خونه نشسته بود، دید غلامش به قول مالو با سطل خاکریبا و آشغالی اومد تو خونه. بهش گفت چرا انقدر طولش دادی؟ مثلا هر روز 2 دقیقه میرفتی بیرون، امروز طولش دادی. گفت در امانم. گفت در امانی، بگو. گفت امروز یه آقای سوال پرسشی از من کرد. سوالش چی بود؟ گفت از من سوال کرد صاحب این خونه بنده هست یا آزاده؟ گفت تو چی جواب دادی؟ گفت من گفتم آزاده. بوش یه لحظه برق گرفتش، فهمید این آقای عادی نبوده، سوال عادی نیست. گفت او آقا دیگه چی گفت؟ گفت او آقا فرمودن آزاده که این صداها از تو خونش در میاد، اگه بنده بود گناه نمی کرد، نافرمانی خدا نمی کرد. بوش یک دفعه وجودش آتیش گرفت. عرب بد میدونه سر برهنه پای برهنه کسی بزنه بیرون. بوش اینقدر براش قصه عجیب بود چون پولداری بود، خیلی مسلمان پولداری بود.
مثل خیلی از مسلمانای امروز که هم مسلمونن هم صدای ساز و آواز و موسیقی از تو خونشون میاد بیرون، هم مسلمونن هم خیلی کارهای دیگه هم میکنن. الان الحمدلله امروز زیاد داریم دیگه، چشم نکنیم یه وقت کم نشن. بوش سر و پای برهنه از تو خونه زد بیرون، تو کوچه های مدینه دنبال امام کاظم. امام کاظم رو پیدا کرد، خودشو انداخت به قدمای امام کاظم، گفت آقا جان من تا امروز آزاد بودم، آزاد از قید خدا، ولی از امروز به بعد میخوام بنده خدا باشم. معروف شد به بشر حافی. حافی یعنی پا برهنه، چون پا و سر برهنه اومد بیرون، معروف شد به بشر حافی. از عاقبت به خیرهای تاریخه. چی میخوام بگم؟ برادر، خواهر، آمدید تو حرم امام رضا یه آدرس بهتون بدم. میدونید چه آدرسی؟ آدرس بهتون بدن اگه بنده خدا شدید از قید غیر خدا آزاد میشید. این که میبینید اینقدر حساسیم به ظاهرمون، چون ما بنده خدا نیستیم. نمیگم ظاهرمون رو ول کنیم ما، نه، خیلی زیادی دیگه حساس شدیم. زیادی حساس شدیم به مسائل دنیامون، زیادی حساس شدیم به حرف مردم، زیادی حساس شدیم به نظر دیگران، زیادی حساس شدیم که فلانی خوشش بیاد، فلانی حرف ما رو تحویل بگیره. اینا همش به خاطری که خدا رو تحویل نمیگیریم. خب مگه حساس به حرف خدا باشیم اینا رو ول میکنیم دیگه. راز بندگی آزاد شدن انسان از قید غیر خداست. هر کی بنده خدا شود از غیر خدا آزاد است. هر کی بنده خدا نباشه مجبوری بنده همه بشه الا خدا، همه. و واقعا بعضیامون گیر کردیم، به حرف مردم گیر کردیم، اسیریم، به شهوت گیر کردیم، به ثروت گیر کردیم، به زن و فرزند گیر کردیم، به تمام مسائل دنیامون گیر کردیم.